کنفرانس علمی ادبی که بخشیده به زادروز میرزا ترسونزاده در کالج آموزگاری شهر ترسونزاده برگزار گردید، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، آموزگاران، کتابداران کتابخانه و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی فعالانه شرکت داشتند. در کنفرانس علمی ادبی هر یک برآمدکننده چهاربینی با معروضه‌های پرمحتوای خویش از حیات و فعالیت قهرمان تاجیکستان شاعر صلح‌پرور میرزا ترسونزاده سخنرانی نمودند. همچنین در رفت چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های تعلیمی به سخن برآمده ابراز از آن داشتند که میرزا ترسونزاده شاعر وطنپرور بود، بنابراین بهترین صحیفه‌های ایجادیاتش به وصف وطن و مردم آن بخشیده شده است. میرزا ترسونزاده همچون مبارز و ترغیبگر صلح و امانی و غایه‌های اینترنشنالی بارها سفرهای خارجی نموده در راه مستحکم گرداندن صلح و دوستی مملکت‌های غرب و شرق خدمت‌های بی‌نظیر کرده است. محض برای خدمت‌های شایانش سال 2001 میرزا ترسونزاده با عنوان عالی جمهوری تاجیکستان قهرمان تاجیکستان سرفراز شده است. همچنین در این چهاربینی از طرف خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده در وصف وطن، تاجیکستان، استقلالیت، وحدت شعرها قرائت نموده با رقص و سرودهای دلپذیر خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده به آموزگاران و دانشجویان برای خدمت‌های فعالانه‌شان افتخارنامه داده شد. همچنین در آخر از طرف دانشجویان یک برنامه فرهنگی فراغتی پیشکش حاضرین گردید. گزارش خورشید حلیموف، صاحب نور عبدالرسوف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.